بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یه درایو باز شده رو به صورت تحلیل مجزا بهتون توضیح بدم که چجوریه. این درپوش عقب درایو که توسط این درپوش درایو به تابلو وصل میشه، محکم میشه. این هم هیت سینک و محفظه نگهداری فن و خازن ها هستن که در زیر این شما ماژول خازن ها رو میبینید که اگر من اینو بچرخونم شما خازن ها رو این زیر مشاهده میکنید. خازن های پاور، خازن های قدرت 400 ولت 450 ولت رو مشاهده میکنید. این سنسور اندازه‌گیری دمای هیت سینکه که به بورد اصلی ما اعمال میشه. این دوتا سیم که فن ما هستن، سیمای فن ما هستن که به این دوتا فن وصل میشه. این هم که حفاظ فناش. بورد پاور یا بورد قدرت درایو رو مشاهده میکنید. این بورد کارش اینه که برق سه‌فاز ورودی ما رو میگیره، تبدیل به برق دیسی میکنه و میده به اینجا مثبت منفی خازنهای ماست. باس دیسی ما تشکیل میشه. از باس دیسی ما تغذیه داخلی درایو تامین میشه توسط این ماسفت و این آی سی که اینجا مشاهده میکنید. این آی سی کارش چیه؟ این آی سی کارش اینه که این ماسفت ما رو درایو میکنه، ولتاژ ما رو با فرکانس بالا نوسان میکنه، میده به این ترانس کاهنده ما ولتاژ های مورد نیاز این بورد رو تامین میکنه. حالا ولتاژ های مورد نیاز این درایو چند ولته؟ 24 ولت، 5 ولت، 3.3 ولت و 12 ولت و تغذیه خود این آی سی که از طریق این ترانس کاهنده ایجاد میشه. در زمانی که ما برق سه‌فاز رو به اینجا وصل میکنیم، خازنای ما از طریق این شبکه مقاومت شارژ میشه. موقعی که به شارژ نهایی رسید، این رله کارش چیه؟ این رله میاد این 4 تا مقاومت رو از مدار خارج میکنه. حالا چرا این 4 تا مقاومت رو استفاده کردن؟ دلیلش اینه که در درایو ها لحظه اولی که شما به برق وصل میکنید، چون خازنهای ما شارژ ندارن، حالت اتصال کوتاه دارن. اگر این مقاومت ها نباشن باعث پریدن فیوز میشه. از طریق این مقاومت ها با ثابت زمانی این 4 تا مقاومت خازنهای ما شارژ میشن. شارژ که شدن، چون این مقاومت ها دیگه تحمل جریان خروجی رو که ندارن، این رله میاد اینا رو جمپر میکنه و از طریق این رله با بقیه کار انجام میشه. این 4 تا آی سی های درایور ماژول آی جی بی تی هستن. این 4 تا آی سی که اینجا میبینید وظیفه این نمونه‌گیری آمپر، جریان، ولتاژ های خروجی این درایو هستن. حالا این درایو از کجا فرمان میگیره؟ یعنی ماژول ما از کجا پارامتر میگیره؟ از کجا میفهمی که ACC رو چجوری باید تنظیم کنه، DCL رو باید چجوری تنظیم کنه؟ این پورت خروجی این بورد رو که میبینی از طریق این فلت وصل میشه به مین بورد اصلی فرمان ما. تمام برنامه ها داخل اینه که از طریق این پنل به این بورد اعمال میشه. این بورد یک بورد آی او داره. این بورد آی او هستش. بورد آی او وظیفش اینه که فرمانهای ورودی ما رو میگیره و یه سری فرمان خروجی میده. مثل چی؟ مثل ترمز موتور دیگه، حتی آلارم، هر چیزی که ما بخوایم ما میتونیم از طریق پارامترهایی که این پنل به اون بورد میده از طریق این به خروجی اعمال کنیم. بعضی درایوها که درایو اوپن یا کلوز که میگن، از طریق این ماژول انکودر به درایو ما وصل میشه. انکودر که به درایو ما وصل شد، اطلاعات چرخشی موتور رو از طریق این ماژول به بورد اعمال میشه، به مین بورد ما، و درایو ما کنترل بهتری رو داره. و این هم که محفظه پلاستیکی درایوه و اون هم که قاب
آخری درایو این درایو هست. پیروز و سربلند باشید. امیدوارم که این کلیپ بتونه درک بهتری رو از درایو به شما داده باشه. خیلی دوستون دارم. مواظب خودتون و دوستاتون باشید. شبتون بخیر.